مزه چطوره؟ عالی شد. خوبه من مزه غذا چطوره بچه ها؟ نه آشغاله. کی بود؟ کی بود گفت آشغاله؟ من بودم داداش. باشه ببینم اسمت چیه؟ علی. زفری! سلام داداش. سلام. بخش محتاج اومد نشدم. داشتی نهار می‌خوردی مزاحمت شدیم نه؟ اصلا می‌خوردی دیگه نه؟ بله. بشین. غذا تو بذار جلو این. بخور. بقیه‌اش اینجا بخور. نه دیگه اینجوری سوسولی نخور، قشنگ قاشق تو پر کن. درست بخور. نمیتونی بخوری نه؟ این که وقتی آشغال میزنن جلوتون بخورین و مجبور باشین بخورین، خب میگی مجبورین دیگه، چیکار کنیم؟ ولی اینکه آشغال میذارن جلوتون و به به و چه چه کنین و بگین خوشمزه از خفته. آشغاله. چی شد؟ آشغال. اینجا هیچ کس نباید از کسی بترسه، به خصوص از این مفخور.